خب بالاخره PHP ورژن 84ش اومد و یک سری ویژگی‌های جدیدی به خودش اضافه کرده و ویژگی‌های خیلی خوبی هم هست که کمک میکنه به خوانایی کد و اینکه کدمون یه مقدار قابل فهم‌تر و بهتر بشه. یک سری متدها، یک سری قابلیت‌های به کلاس‌ها اضافه شده و اینکه داخل این ویدیو می‌خوایم با هم بررسی کنیم ببینیم قابلیت‌ها چیه و یک مثال هم براش بزنیم. اما قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ ادامه ویدیو، داخل کانال تلگرام علاوه بر حالا فایل هایی که مربوط به دوره ها میشه، یه سری اطلاعاتی که مربوط به دوره ها میشه رو قرار میدیم. میخوام یک سری اخبار تکنولوژی، فناوری، یک سری معرفی ابزارها، نکات و یک سری موارد دیگه هم داخل کانال قرار بدم و برای کسایی که میخوان این مواردم بدونن و داشته باشن میتونن کانال تلگرامم بیان و عضو بشن. حالا من لینکش رو داخل دیسکریپشن قرار میدم و کسایی که میخوان حالا به این مواردم داشته باشن میتونن کانال رو بیان و عضو بشن داخلش. بریم سراغ ادامه ویدیو. یک پوشه درست کردم به اسم PHP و داخل این پوشه اومدم و یک سری فایل درست کردم و داخل هر کدوم از این فایل‌ها هر کدوم از ویژگی‌های جدیدی که داخل PHP اضافه شده رو حالا یه اسم براش گذاشتم متناسب با اون ویژگی و داخل هر کدوم از این فایل‌ها یه مثال برای اون ویژگی زدم. حالا اینایی هم که می‌بینین قرمز داره نمایش میده بهمون به خاطر اینه که داخل VS Code داخل قسمت کانفیگش تنظیماتش چیه PHP ورژن قدیم ست شده، ولی خب ورژنی که من روی سیستمم دارم ورژن 84.1 یعنی ورژن جدیده، ولی روی VS Code ورژن قدیمی هست که حالا با اون کاری نداریم. پس این قرمز چیزی نیست. این از این. بریم سراغ چی؟ بریم سراغ تایم استمپ. ببین یه ویژگی جدیدی اضافه شده که شما میتونید داخل تایم هاتون، تایم استمپاتون، تایم بحث میکروثانیه ها هم بهش اضافه کنید. ببین این قسمت حالا اگه بخوام کلاسش رو توضیح بدیم، یه کلاسی داریم به اسم date time immutable، یه تابع داره به اسم create from time stamp. خب داخل اینجاش که چیه؟ اینجاش که تایم استمپه این قسمت و این قسمت میکروثانیه است که قرار دادیم با دات گذاشتیم، یعنی این تیکش که ثانیه هایی که تا از تاریخ 1970 میلادیه این تیکش طبق و تعریف تایم استمپ این تیکه میکروثانیه میشه. با دات من اومدم و اینجا جداش کردم. حالا توی چاپ کردنم این قسمت حالا سال، روز و ماه گفته که کاری باش نداریم. اینجا هم ساعت، دقیقه و ثانیه و داتش دادم با چی؟ میکروثانیه با علامت یو کوچیک. و توی خروجی هم حالا میبینی اینجا فارسی انگلیسی قاطی شده. اینجا ساعت، دقیقه، ثانیه، یعنی ساعت 3:51 و 12 ثانیه و این تیک هم این 6 رقم باید باشه. 1 2 3 4 5 6 رقم. این 6 رقم هم میکروثانیه است. پس دیگه میکروثانیه رو میتونیم داخل ورژن جدید داشته باشیم. این از این مورد بعدی که میخوایم بگیم، ببینید داخل ورژن‌های قبلی برای پروپرتی ها، برای خصوصیت هایی که داخل کلاس هم داشتیم فقط میتونستیم یه سطح دسترسی تعیین کنیم. یعنی چی؟ یعنی من میگفتم که پابلیک استرینگ تایته. خب این میشد چی؟ عمومی دسترسیش. یا میگفتم پرایویت، پروتکتد یا همچین چیزی براش تعیین میکردیم و یک سطح دسترسی هم برای گت کردن هم برای ست کردن. اما توی ورژن جدید شما میتونین بیاین و چیکار کنین؟ بیاین و برای هر کدوم از این خصوصیت هایی که دارین، حالا من اینجا تایتل، اف نیم و ال نیم رو دارم. خب بیاین بگین که آقا برای خوندنش پابلیک باشه و برای ست کردنش چی باشه؟ پرایویت باشه. اینجا گفتم پابلیک باشه، پروتکتد باشه. اینجا گفتم کسی که میخواد ال نیم رو بخونه باید سطح دسترسی پروتکتد رو داشته باشه و برای ست کردن پرایویت باشه. خب این کلاس بوک رو ساختم و اومدم از کلاس بوک اکستند کردم. خب حالا میخوام داخل آپدیت بیام و اف نیم و ال نیم رو مثلا تغییر بدم. خب حالا
اومدم گفتم که آقا خب این چون از بوک اومدیم و اکستند کردیم همه این موارد داریم دیگه. خب من میگم اف نیم برابر با این اف نیم و این ال نیم برابر با این ال نیم. خب حالا اف نیمی که اینجا داریم گفته برای ست کردن باید پروتکتد باشه که خب هست چون اومدیم و اکستند کردیم، ولی ال نیم گفته باید پرایویت باشه. پس اینجا نمیتونیم ست کنیم مقدار ال نیم و بهمون ارور میده. اینجا حالا من ایرورش هم نوشتم چیه، بهمون ارور میده ولی این قسمت اوکیه. و اگه حالا تو ورژن قبلی بود میخواستیم اینو پیاده سازی کنیم این کارو که خب کدمون بیشتر میشد، و اگر هم نمیخواستیم پیاده سازی کنیم و میومدیم فقط از مثلا برای ال نیم پروتکتد استفاده میکردیم این قسمت هم این ارور بهمون نمیداد. ولی حالا با توجه به نیازمون من مثلا اومدم گفتم پروتکتد و پرایویت. اگه میخوای مقداری ست کنی پرایویت داخل خود کلاس این کارو میتونی فقط انجام بدی. اینجا اومدم یک شیئی از بوک ساختم و حالا مقادیر رو به کانستراکتورش پاس دادم و اومده مقادیر رو ست کرده. حالا میخوام گت کنم، ببین تایتل رو میتونم چون پابلیکه، اف نیم رو میتونم چون پابلیکه، ولی ال نیم رو نمیتونم خارج از کلاس بهش دسترسی داشته باشم و اینجا بهمون ارور میده. پس از این به بعد شما میتونین برای پروپرتی هایی که داخل کلاس هاتون دارین بیاین و سطح دسترسی جداگونه برای گت کردن و ست کردن قرار بدین. این از این مورد. داخل ورژن های قبلی ما موقعی که می اومدیم و یک شی جدیدی از کلاس می ساختیم برای اینکه به متد اون کلاس دسترسی داشته باشیم، به یک پروپرتیش دسترسی داشته باشیم یا به ویژگی اون کلاس دسترسی داشته باشیم، باید می اومدیم و از یک پرانتز استفاده می کردیم. حالا داخل مثالم که می بینین اومدم و مثلا از کلاس ریکوست استفاده کردم، شی ساختم و برای اینکه بتونم به این متد یا به این متد، حالا اینا به شکل زنجیرواره، دسترسی داشته باشم باید دورش یه پرانتز قرار میدادم. ولی داخل ورژن جدید این کار لازم نیست. یعنی شما وقتی شی رو میسازید میتونید مستقیم به اون متد دسترسی داشته باشین. حالا اینجا مثالای مختلفو داریم، مثلا به یک کانستنت کافیه به این شکل بهش دسترسی داشته باشیم، به یک پروپرتی مثلا استاتیک، به این متد استاتیک مثلا میخوایم به یک پروپرتی دسترسی داشته باشیم، به یک متد، حالا اون به شکل اینبوکس صداش بزنین، به این شکل میتونین راحت بدون پرانتز اضافی بیاین و کارتون رو انجام بدین که خب خانواده کدام خیلی بیشتر شده. یه قابلیت خیلی خوبی که اضافه شده داخل ورژن‌های قبلی، ما برای اینکه بتونیم ست کنیم و گت کنیم یک خصوصیت داخل کلاسمون، مثلا من می اومدم و میگفتم میخوام نیمو بهش میخوام نیمو گتش کنیم، میخوایم نیمو ستش کنیم، می اومدیم حالا دو تا تابع می نوشتیم برای ست کردن، برای گت کردن و کارمون اونجا انجام میدادیم. ولی داخل ورژن جدید این کار لازم نیست. موقعی که شما میایم و یک پروپرتی تعریف میکنیم مثلا فول نیم، همونجا میتونیم بیایم و اون منطقی که میخوایم برای ست کردن و یا گت کردن یا هم برای ست و هم برای گت نیاز دارین و بیاین داخل همون پروپرتی بیایم و بنویسینش. خب این شکلی هم کدا خلاصه تر میشه، کدای تکراری کمتر میشه و هم خانه کد بهتر میشه. حالا داخل این مثال ببینین برای فول نیم من اومدم گفتم چی؟ گفتم که پابلیک استرینگ فول نیم. خب تعریفش کردم اینا و همون جا اومدم و گفتم که برای فول نیم اگه میخوای گتش کنی به این شکل و اگه میخوای ست کنی بیا و به این شکل ستش کن. داخل ست کردم گفتم که بیا و فرست و لست رو به هم بچسبونشون. برای ست کردن گفتم ولیویی که میگیری و اکسپلودش کن و حالا طبق این پارامترهایی که اکسپلود میگیره این هم لیمیتشه، بیا و بریز داخل فرست و لست و ایز مودیفای هم تو کن. حالا دیگه لازم نیست دو تا تابعی مختلف بنویسیم برای این فول نیم. حالا داخل این کلاس ببینید اینجا هم همین شکله. مثلا من اینجا فقط میخوام برای نیم بحث ست کردن رو پیاده سازی کنم. خب گفتم آقا پابلیک استرینگ نیم رو داریم، حالا من میخوام ستش هم داشته باشم. چه قانونی برای ست کردن داشته باشیم؟ اینه که اگر مثلا طول ولیوی که داره میاد برابر با صفر بود بهمون یه ارور برگردون و اگر مخالف صفر بود بیا و ستش کن. این از این مورد. پس شما دیگه لازم نیست که مثلا حالا مثل قبل بیاین
و اینو اینجا بنویسیم، بعد بیایم بگیم که حالا یک تابع دیگه تعریف کنیم و داخل این تابع بیایم مواردی که میخوایم بنویسیم. کافیه همینجا بیایم و set get یا حالا هر جفتش رو که میخوایم بیایم و تعریف کنیم. ورژن جدید PHP یک سری تابع جدید داریم، یک سری فانکشن جدیدی داریم برای بحث فایند داخل اری ها. خب مورد اول بحث اری فایند که میایم و آرایه رو بهش پاس میدیم به عنوان عنصر اول و پارامتر دومش چیه؟ یه کالبک فانکشنه. حالا داخل این کالبک فانکشن میایم و میگیم که تک تک عناصر این آرایه رو بگیر و بررسی کن ببین که طول کدومش بزرگتر از 4. خب این میگرده و اولین مقداری که طولش بیشتر از 4 باشه رو برمیگردونه و نتیجهش چیه؟ مثلا میاد میبینه این نیست، این نیست، این نیست و گفتم بزرگتر از 4، من فکر کنم گفتم که برابر با 4. خب اینم نیست، این برابر با 4 ولی این مقدار بزرگتر از 4. پس میاد این مقدار رو برای ما برمیگردونه. مورد بعدی حالا بحث array find کیه. حالا اینجا یه مثال دیگه هم من گذاشتم، گفتم که بیا داخل array find array رو بهش پاس دادم که این array است که این بالا تعریف کردم، یه کال بک فانکشن بهش دادم، گفتم که بررسی کن ببین که کدومش با حرف f شروع میشه، کدوم از ولیو هامون. خب هیچ کدوم از این ولیو ها با حرف f شروع نمیشه، پس میاد مقدار نال رو برای من برمیگردونه. پس اگر هیچ شرطی برقرار نبود مقدار نال برمیگردونه. داخل تابع بعدی array find key رو داریم اینجا. خب این میاد چیکار میکنه؟ این دقیقاً مشابه هم قبلی است، مشابه هم قبلیه انجام میده، ولی داخل قبلیه میومد و ولی رو برمیگردون، داخل اینجا میاد چیکار میکنه؟ کلید رو برمیگردونه، کی رو برمیگردونه، array find key. اینجا مثلا من همون شرط رو گذاشتم ولی به جای اینکه بیاد این مقدار برمیگردونه میاد و ای رو که کلید اریمون هست و میاد و برمیگردونه. اینجا هم چون مقدار پیدا نکرد مقدار نالو برمیگردونه. مورد بعدی اری انیه. خب میاد و حالا پارامتر اول که آرایه رو بهش پاس میدیم، پارامتر دوم کال بک فانکشن رو بهش پاس میدیم و میاد بررسی میکنه شرط رو. میگیم آقا ببین کدومش بیشتر از 5. میاد ببینه که آیا حداقل یک مورد از حالا مقادیری که داخل آرایه هست آیا طولش بیشتر از 5 هست یا نه. اگر بود ترو رو برمیگردونه و میگه آره این تابع اوکی. اگر نبود مقدار فالس رو برمیگردونه. مثلا من اینجا گفتم ببین آیا داخل آرایه‌مون مقداری وجود داره که کمتر از 3 باشه، 3 تا کاراکتر باشه. اینجا بررسی میکنه نه میگه آقا حداقل 3 تا کمتر از 3 نیست، پس میاد فالس رو برمیگردونه. تابع بعدی چی میگه؟ تابع بعدی اری آله. این دقیقاً برعکس اونه. این میگه آقا داخل این تابع بررسی کن ببین که همشون این شرط رو داشته باشن. اگر همشون این شرط رو داشتن مقدار ترو رو برگردون. اگر همشون یکیشون هم نداشت مقدار فالس رو برمیگردون. اینجا ببین اومده گفته چی؟ اومده گفته که آیا مقادیر آرایه تعداد کاراکترشون کمتر از 12 تا حرف هست یا نه. خب اینا همشون کوچیکتر از 12 هن دیگه. این 3 تا، این 3 تا، 3 تا، 4 5 6 تاییه. پس مقدار ترو برمیگردن. اما اینجا میگه آیا ببین همشون بزرگتر از 5 هستن. خب این 3 تاه. پس هیچ دیگه. اولیشی که برمیخوره مقدار فالس رو برای ما میاد و برمیگردونه. خب این از ویژگی‌های جدید PHP. از این به بعد میتونید داخل پروژه‌هاتون از این ویژگی‌ها استفاده کنین. اگر دارین از ورژن PHP 8.4 به بعد دارین استفاده میکنین میتونین از این ویژگی‌ها استفاده کنین. خیلی مخلصیم و شما گرم. ارادت.